بعد از دیدن این فیلم بیشتر از ارواح و اجنه از قضاوت آدما میترسید. مگه نگفتم اون آینه رو بده دست راستت؟ آدم فروش میپرسه اگه فردا یکی بهتون تهمت بزنه کدوم یکی از اطرافیانتون واقعا ازتون دفاع میکنه؟ داستان فیلم از یه دروغ ساده شروع میشه. بچه‌ای که برای پیدا کردن دوز طلای عمه‌اش میبرنش میشه رمال. وقتی پای خرافات وسط میاد، آدمایی که سالها کنار هم زندگی کردن، حتی نزدیکترین اعضای خانواده به جون هم میافتن و همه دنبال مقصر میگردن. چیزی که این فیلمو واقعا جذاب میکنه اینه که هیولاهای داستانش واقعی ان. ترس از قضاوت شدن، شایعه، تهمت، از اون بدتر باور کردن حرفایی که هیچ مدرکی پشتشون نیست. بازی مهران مدیری هم واقعا یکی از غافلگیری‌های فیلم. آدم فروش شاید تو اکران سینمایی خیلی دیده نشد، اما الان که اکران آنلاینش شروع شده از اون فیلمایی که احتمالاً بعد از دیدنش تا چند ساعت ذهنتون رو ول نمیکنه. محمود کلاری که اولین تجربه سینماییش به عنوان کارگردانه، قبلا فیلمبردار خیلی از بهترین آثار سینمای ایران بوده. پس حتی اگه به سوژه فیلم علاقه ندارید، دیدن قاب‌بندی و جذابیت‌های تصویری کار میتونه راضیتون کنه. اگه علاقه‌مند به سینمایی، جا تو 31 نماست.